سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه ولاگ دیگه با من. خب روزمون از اونجایی شروع شد که ماشینی که رزرو کرده بودیم از 1800 اومد دنبالمون و قراره امروز بریم کل جزیره رو بگردیم. اولین جایی که امروز قراره بریم دره ستارگان هست. قدمت این دره حدوداً به 2 میلیون سال پیش برمیگرده. مسیری که باید میرفتیم تا به بالا برسیم و بتونیم منظره رو بهتر ببینیم این شکلیه. مسیر سختی نیست ولی خب صاف هم نبود. و بالاخره رسیدیم. اومدیم دره ستارگان بچه‌ها. یه سری از محلی‌ها و قدیمی‌ها بر این باور بودن که اینجا یه ستاره افتاده و باعث به وجود اومدن این شکاف‌های سنگی و صخره‌ها شده. در صورتی که خب چنین چیزی غیر ممکنه. تمام این صخره‌ها و دره‌ها به خاطر فرسایش آب تو سالیان زیاده که به وجود اومده و خیلی باحاله. یعنی یه ساختار خیلی قشنگی رو ایجاد کرده توی قسمت‌های مختلف این دره. فقط میایید اینجاها، اون لبه ها حواستون باشه میخواید برید، چون فرسایش داشته یکم ممکنه خطری باشه. اینم فضای منطقه. بعد از بازدید از دره ستاره ها رفتیم سمت جزایر ناز. مقصد بعدی که اومدیم جزایر نازه. جزایر ناز 3 تا جزیره است که اون سمت آبه. بعد توی جزرومد آبی که انجام میشه این وسط این جزیره ها وصل میشه به جزیره قشم. در واقع آب که میاد پایین این 2 تا جزیره، این 3 تا جزیره به قشم وصل میشن و از تو خشکی میتونی رد بشی. ولی آب که میره بالا دوباره مثل الان ما این تایم که ما آمدیم آب بالا، یعنی ما نمیتونیم رد شیم. اگه بخوایم بریم تو جزایر باید چیز کنیم، با کشتی و قایق و اینجور چیزا بریم. ولی تو زمانی که آب پایینه خیلی راحت میتونی از تو خشکی رد شی بری. بعد میگن سریال پایتخت هم قسمتش بود که نقینا موندن تو دریا، اون قسمتش میگن اینجا فیلم برداری شده. ساعتی که آب بالاه قایقا میبرن دور جزیره نازو شما رو میچرخونن. اینجا یکم میوه‌های استوایی بگیرید. اسم این پشن فروته، اسم اینا لونگان فروته. بخوریم ببینیم چه مزه‌ایه. تا حالا نخوردم. آقا پشن فروته خیلی خوشمزه بود. یه مزه ترش باحالی داشت. توش یه چیزایی مثل دونه های انار سفید داشت. بعد همون توش رو فقط میخوردی. خیلی باحال بود. یه مزه سس ترش میداد. ولی اون یکی بین مزه ازگیل و خرمالو و اینا داشت. من از اون پشن فروته خیلی خوشم اومد. بعد از دیدن جزایر ناز رفتیم سمت هنگام. بچه‌ها گشت جزیره هنگام با قایق انجام میشه و باید براش بلیط بخریم. رسیدیم سمت هنگام و دیدن دلفینا. حالا دلفینا و همون ماهیای آکواریومی یه جوریه که شانسیه دیدنش. یعنی ممکنه این تایمی که بیای گرم باشه، دلفینا نباشن، ممکنه باشن. سر همین مثلا من خیلی چیز نکردم که اگه ندیدم ناراحت بشم.
بعدش هم قراره بریم ساحل نقره‌ای، بعدش هم خود هنگام. بریم تو قایق. بلیط قایق رو گرفتیم سوار شیم. اینم بلیطمون بچه‌ها که هزینه ها رو بخواید ببینید. اینم جاهایی که قراره بره نشون بده با همین قایقه. سوار قایق شدیم. قایق ماهیای آکواریومی، ساحل نقره‌ای، دلفینا و هنگام رو نگرمن. تو شرایط عادی بعد 20 دقیقه تو هنگام صبر کنن، اما الان چون شلوغ صبر نمی‌کنن. ساحل نقره‌ای هم کلا پیاده نمی‌کنن به خاطر اینکه خیلی از خاکش رو برداشتن و اینا، مثل اینکه مسافر پیاده نمی‌کنن یه چند وقتیه. بعد جام هم کنار ناخدا. فرمون دستم دیگه. هست صندلی هست. بریم بچرخیم. خدا از اینا داره. اینا که ما تو ماشینامون میذاریم، اینا تو کشتیاشون میذارن، قایقاشون. چی؟ با این استارت میزنی؟ آره میخوای خاموشش کنی؟ آره فرمون دسته. اون چیه؟ اون بالا بیا آقا آقا دوست عزیز ترمز دسته کشیم. دو صندلی میشه. اون چیه؟ گردالوه؟ شارژر هم داره. هرچی ما تو ماشینمون داریم اینا تو قایقاشون دارن. در جستجوی دلفین ها. قایقا اینجا وای میستن و دلفین که میاد همه گوله میکنن برن سمت دلفین فرار کنن. یکم باید آروم شه رو دریا. از این تو این 2-3 روزی که دریا طوفانی بود، امروز اولین روزیه که قایقا شروع کردن به رو آب اومدن برای مسافربری و توریستی. بعد درک کنین که وقتی هوا خیلی گرم باشه دلفینا نمیان بالا. حالا شانس ما هستن ولی باید شکارشون کنیم دیگه. وای خدایا جلو نه رفت نرو اونجوری خودش هم ندید ولش. یه جور رفت تو دلتون. اومدیم اینجا میگن که اینجا لاک پشت زیاد داره ولی نه خودم میگه که لاک پشت مثل دلفینا نیستن، تا آدم ببینن سریع میرن زیر آب. حالا دیگه باید دقت کنیم ببینیم میبینیم یا نه. که دیگه اثری نمونده، ولی اینجا این قسمت زیاد حالا دسترسی نداره، یه ذره هست مونده. با موتور میاد. ولی هرمز که میرین جزیره هرمز ماسه‌هاش زیادتره، ولی الان جدیدا مثل این که تو عید نمیذارن برین نزدیک. چرا؟ سرخشو میشرن؟ سرخ آره، سرخ و نقره‌ای بغل هم واسه اینکه خاکو میبرن این قدش رو برداری 2 ماه طول میکشه آب جواب بشه. قشنگیش تو ساحل دیگه.
پای گلدون هم همه مسافرها بردن اونجا نذاشتن پای گلدون قشنگی اون خاک اینه که تو جزیره باشه. قشنگی هم جای هم طبیعت خراب میکنه. خانمی برده بود شیرازی بود امسال برش گردونده بود اومده بود گفت که من نمیدونستم برداشتم بردم الانم فهمیدم که توی خونه به درد نمیخوره مال ساحل من تو ساحل بود قشنگ باز خوبه جبران فساد پخش میشه ملت بهتر میریم داخل اسکله شما که پیاده میشی موتور میگیریم میریم کسی هم اگه میخواد هنگام گردی بکنه جز برنامه ما نیست بخوای بری بگردی 2 ساعت طول میکشه داریم پای بازارچه رو ببینیم در 20 دقیقه ایمایی نیست 20 دقیقه نیومدی قایق حرکت کرده آی چه خوشگلن اون آبیا ریزاش فقط بالا نمیدونم تو فیلم بیفته یا نه چون نور انقدر زیاده نمیبینم سفرم ولی اینجا ماهیای آکواریومی داره خیلی خوشگلن ببین اینجا نشستم همه چیو یاد گرفتم این استارته این که فرمونه این هم دنده است هم باش گاز میدن اینجا میذاره دنده عقب وسط دنده جلو گازم که هولش به جلو اون برم یه سری چراغ داره یعنی دکمه داره برای چراغ و موتور رو اینا اون بالایی هم که قطب نما دیگه اینجوری اینم از آموزش ملوانی خورما چه باحاله چه گوش خوبه تلخه یعنی این خورما خیلی خوشمزه است بچه ها آب داره گوشت هم داره بامزه کردم 6 تا اتاق داره اون بزرگم چیزه رستوران این هتل خیلی بامزه است واقعا معمار خلاقی داشته کامل دیده میشه 6 تا توی مسیرمون یه جاده بود که رانندمون میگفت بهش میگن جاده تگزاس که کوههای بلند و خوش تراشی هم داره خلاصه که ما یه دور رفتیم آمریکا و برگشتیم اینجا که وایسادیم جاده تگزاسه بعد اینجا میگن که عکسای فرمالیته میگیرن برای عروس و اینا ما هم پیاده شدیم چند تا فرمالیته بگیریم بعد از تگزاس گردی رفتیم سمت تنگه چاهکو توی بخش ورودی یه بازارچه محلی بود بعد از رد شدن از بازارچه تقریبا یه مسیر 7-8 دقیقه‌ای رو باید پیاده روی میکردیم واقعا گرم بود ولی بالاخره رسیدیم الان اومدیم ورودی تنگه چاهکوییم این تنگه بر اثر رانش زمین و فرسایش مکانیکی آب به وجود اومده بعد به مرور زمان بارون که می اومده تو اینجا یه حفره‌ای ایجاد می شده که آب جمع می شده بعدها اومدن اون حفره ها رو عمیق تر کردن یعنی به صورت طبیعیش عمقش کم بوده اما به خاطر مصرف شهری عمق این حفره ها رو هی بیشترش کردن خیلی جای قشنگیه داخلش رو فیلم گرفتم
این چاهاییه که وسطش برای آب حفر کردن. یکی دیگه شد. چاها قبلا به صورت طبیعی با عمق کم به وجود اومده. بعدها که مثلا مصرف آب دیدن کاربرد داره اومدن به صورت امروزی یعنی عمیق‌ترش کردن. اصلش طبیعی بوده با عمق کم، بعد تو گذر زمان به دست انسان ها عمیق‌تر شده. سنگای اینجا چه خوشگله. آب از چاه در آوردن. از این چاهه. هنگام که سوار قایق شدیم کلا انقدر به دریا شور بود همه لباسام لکه های سفید زده. بعد این گوشه های عینکم نمک، مثلا آب که خوش شده بود پر نمک شده بود، لکه لکه داشت. هرچی تمیزش کردم تمیز نشد. دستامو تونستم بشورم ولی آب پیدا نکردم اینا رو بشورم. خیلی زیاد بود. نوبتی هم باشه بالاخره نوبت رسید به جنگل حرا. من از دوران دبستان که تو کتابام راجع به این جنگل خونده بودیم منتظر بودم این جنگلا رو از نزدیک ببینم. الان خیلی ذوق دارم برای دیدن این جنگلا. بعد اینجا هم بریم بلیط قایق بگیریم. الان دیگه اومدیم جنگلای حرا رو ببینیم. بعد توی هنگام که قایق سوار شدیم یه قایق خیلی خوب گیرمون اومد، شانسی. اصلا VIP بود، قایق VIP اونجا بود و خیلی شانسی ما سوار اون شدیم. امیدوارم اینجا هم دیگه الان توقع رفته بالا، امیدوارم اینجا هم همجوری یه قایق اونجوری خوب گیرمون بیاد. بعد من از سوار شدن قایق میترسم، یعنی تو قایق بودن نمیترسم، اون لحظه که میخوای از اسکله بری تو قایق رو میترسم. آقا دریا آروم آروم بود تا نوبت ما شد که سوار شیم یه جوری موج میزد، هم اسکله تکون میخورد هم قایقا تکون میخورد. با کلی ترس و لرز رد شدم سوار شدم. یا بستنی داره با شیر شتر. بعد یکم مزه شیر محلی میده و مزه بستنی معمولی. من دوستش نداشتم ولی خب اگه اونایی که مثلا طعم چیزای محلی رو دوست دارن خیلی خوششون میاد. من کلا از این چیزا خوشم نمیاد. بچه‌ها قبل از هر چیزی باید بهتون بگم توی این بخش از ویدیو یه سری از توضیحات راجع به منطقه است که ناخدا خودش میگه بهمون. دوست داشتم با صدای خودش اینا رو بشنوید. اما یه همسفر داشتیم که بچه‌ای که همراهشون بود خسته شده بود و خیلی گریه میکرد. از طرفی میتونستم توی ادیت ویدیو خودم اطلاعات رو بگم. اما دوست داشتم با صدای خود ناخدا و حس و حال اون لحظه ولاگ رو ببینید. برای همین اگر این بخش ولاگ به خاطر صداهای محیط زیاد باب میلتون نبود پیشاپیش عذرخواهی میکنم. پرنده ها، کاکایی ها، یه چیزی کوچیکی بودم اینجا دستت بکن یه چیزی در رو. پوست بسکویت نگاه کن. یه چیزی بسکویت 4 تایی. بنداز بدور لهش نکن لهش نکن. بند بالا پرواز. چی شد؟ رفت. اومد. بنداز. جلوتر بنداز که ما بتونیم ازش فیلم بگیریم. اینجا میندازی لطفا. نه بابا دیگه تموم شد. سیر شدن. الان سیر شدن. کاکایی. میگم اونجا چرا خشک شده؟ اونجا بس آب پایین رفته 6 ساعت اینجا مد میشه بالا میاد 6 ساعت جذب میشه پایین. شبا آب میاد بالا؟ روز آب بالا شب هم بالا میاد. شب بالا میاد یعنی اون ساعت 10 آب بالا بود. 10 رفته شیرا به پایین رفت انجا حالا کم داره بالا میاد. شب دیگه بازم 10 شب آب بالاست. تا اون تا آخرین با اول جنگل که شما اومدید داخل همونجا آب میاد. کم 1 کیلومتر میاد آقا. سیاه اول سیاه. آها مریم گوشا با میترم اول سیلای سیاه. یا مهاجرتی هن یا نه اینا ساکنن. همیشه هستن؟ همیشه هستن.
این سیخ پای درخته میبینی سر ریشه ها، این ریشه های هوایی درخت هراست. آب شور و شیرین میکنه واسه این درخت هراست. 6 سانتی شد آب وسط اون جنگل میره، اینا زیر آب میره، نمک آب پس میزنه، آب شیرین رو میبره به درخت. جالب بدونید اگه به صورت معمولی به درختای جنگل هرا آب شیرین برسه، درخت رشد نمیکنه و از بین میره و باید حتما توی محیط دریا و از آب شور تغذیه کنه. همین مسیر رو دوباره برمیگردیم. همسفرمون گناه داره، چرا گریه کرد؟ میگو میگرفته میگوهاشو که از خودش که میخورده زیاد میشده دور میکرده، بعد از چند روز میبارده روستا میفروخت. اینجا کلا زندگی میکرده، بعد آب میومده بالا و بلندتر از سطح اینجا زیر آب میره تا اون ستونا. تا اون ستونا ها. اینجا کلبه پیر هراست. اینجا قایق مال چند سال پیشه؟ تا 20 سال پیش بود. خود شد؟ کلبه خودش اونجا بالاتر بود، یکی مثل مال خودش اینجا پایین تر درست کرد. چیه؟ پرنده رو میگه. آب چیلینکان؟ آب چیلینکان. یکی ها رفتن اون بر. این مثل ما مثل شما. پرنده‌های فصلی هم داره. ها داره ها، پلیکان ها، اینا فصلی هستند، باقلان ها. چه فصلی؟ تابستون خیلی گرم، فقط هواسیلا و اینا پلیکان ها اینا هستن. خدامون نگه داشت اینجا. بعد رفته از اینا آورده میگه ببینید برگ درختای اینجا چه شکلیه. خیلی این جنوبی ها مهربونن، مثلا یه اخلاقای باحالی دارن. نکششه آبو میمکه داخل این این کفا نمکو نمیذاره به لوله اصلی برسه، نمکو پس میدن لوله اصلی این زرده آبو میذاره اینجا. یه دقیقه چه باحاله. این اون تسویه که میگن انجام میشه تو ریشه ها، نمک آبو تسویه میکنه برای درختا، آب شیرین در واقع میده به درختا. میذاریم مثل سریای بعدی. چقدر جالب طبیعت. یک کلیله نکنی برای پیاده شدن. این عجله لامین پیاده ما. قایق به ساحل بچسبه خودم بگیرم که از اسکله جدا نشه. نزدیک غروب بود که ما گردشمون تموم شد و رفتیم سمت روستای سهیلی برای صرف نهار. بچه‌ها غذای دریایی این منطقه به خوشمزه بودن خیلی معروفه. اولین رستورانی که رفتیم غذاش تموم شده بود، پس سریع رفتیم سمت رستوران بعدی که گشنه نمونیم. محیط رستورانش همجوری اتاق داره، هم دیگه هم رو تخت میتونید بشینید هم رو میز. 2 پیاز میگو و سینی مخصوص سفارش دادیم که کوسه و ماهی مرکب و صدف و قلیه ماهی داشت. یه چیز جالب دیگه که تو جنوب دیدم این مدل صید ماهی بود که با جزر و مد آب انجام میشه. توی این روش چوب‌ها توی ساحل کار گذاشته میشه و با تورا دورش حصار ایجاد میشه. با بالا اومدن آبزیا داخل این تورا میرن و با پایین اومدن آب توی اون گیر میکنن و از اون طرف صیادا هم میان و ماهیا رو برمیدارن. بچه‌ها خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با هم بودید. اگر اولین بار ویدیوهای منو میبینی همین الان چنل رو سابسکرایب کن که توی ویدیوی بعدی قراره بریم هرمز رو بگردیم. راستی لایک یادت نره. تو ویدیوی بعدی میبینمتون.